سلام علیکم. خسته نباشید. از سرماخوردگی ایشون به سرماخوردگی من رسیدیم و صدام به خاطر همین گرفته. راست میگم. و اینکه اومدیم صدات گرفته، دماغت گرفته. صدام بم شد. یعنی میگه مثل داریوش بخونی. عالی. ما هیچ پیدا نکردیم مثل این وسط اینو گذاشتیم. منم که پیدا پشتی. کردم چیز خوبی. اینو داشتی میگفتی. خب تو چی داری؟ من موبایل دارم. منم یه دونه قاشق و لیوان دارم. نه باید یه دونه داشته باشی. آخه به هم ربط دارن. خب میشه که حداقل جدا جدا میام. مثل قابلمه و دریش به هم ربط داره دیگه. قاشق و لیوان مثل قابلمه و دریشه. خب مثلا گفتم مرموزه می بود که به هم ربط داره. آمده از این ماگاست که خودش قاشق داره. ممکنه ماگ باشه. ممکنه نه ماگی از این قاشق هست بعد این سفالی هست. خب نه. پشمات ریخت. نه. خب تو بزن رو تاچ موبایلت. با ناخن منظورت بزنم؟ آره. وایسا پس اینو بزنم. خب الان تو بزن. جنسش همونه. اصلا شک ندارم یه همونه. این تو که در تلاش قایمش کنی من مطمئنم که اونه. قاشقو بزن به لیوانه. نه قاشقو بزن به توی لیوانه. خب این توی لیوانه. الان لیوان هم بزن. الان توی لیوان نیست یه چیز دیگه از بشقابه. یه چیز اینطوری تخت داره. تو منم باید فرصت بدی منم بگم دیگه همش تو گفتی. به دکمه های بغلش هست. خب اینجوری از اینجوریش کن. به آن میگم. تو دروغ میگی گوشی نیستش. دکمه که بغله گوشی آیفونه؟ نه گوشی اندرویدیته؟ آره. خب اون چرا دکمه یه جور که حرف میزنی مثلا انگار من خیلی خراب کنم دیگه دیگه بالاخره. خب اون دکمه که اون وسط رو فشار بده. این وسط نداره؟ کلا لمسیه؟ آره خب تو بیشتر ازش صدا در بیار. چیکارش کنم؟ همین با ناخنت سردی. آره ببین این جلوشه این پشتشه. گوشی نیست. باش نشون بدیم مثلا زردانه. نه تو میخوای بیشتر. نه من میدونم بشقاب و یه چیز قاشق کوچولوه. ببینم. حاول آوردی. ببینم چه چیز کیوتی. مال فریبا جونه. خب این بعدی. تمیز هم خب تو چی داری؟ من یه دونه کاسه دارم. کلا تو آشپزخونه آوردی. ممکنه. جنسش چیه؟ پلاستیکی. یه بار مصرفه یعنی؟ آره؟ نه یک بار مصرف نیست ولی فشارش بده بره تو بیاد بیرون. نه فشار بره تو بیاد بیرون. کاسه نیست این ظرف مربعی هست. خب تو چی داری؟ من تیغ ژیلت. خب این نمیشه
چی بهت بگم چیکار کنی. چی میخوای ریشم بزنم؟ بکش روی لباست. تو راست میگی؟ تو ژیلت داری. تو دروغ میگی. لایر بریم بعدی. من یه سری چیزا انتخاب کردم، نمیدونم تو اصلا میدونی چیه یا نه. نفس ما رشته انتخاب کردی؟ نه. نه؟ من نهایتاً به قول معلم لوژ بدونم چیه. لوژ. خب تو چی داری؟ من یه ورق آلومینیوم دارم زخیم. منم یه دونه عروسک دارم. تو راست میگی عروسکه. دو دستی گرفتی عروسکه. خب تدی آورده به جان خودم تدیه. نه تو گفتی چی داری؟ آلومینیوم زخیم. ورق آلومینیوم. اینجوریش کن. قرصه. یا گودی سرما خوردگی میخواد. این عروسک رو نمیشه. مریم ممنونم. تو چی داری؟ چنگال. منم یه بطری کوچیک آب دارم. فشارش بده. بطری خیلی پره. درش رو کن. بطریه ولی بطری آب نیست. یعنی میخوای دروغ بگم ولی استعدادش رو نداری. میدونی؟ تو گفتی چی داری؟ چنگال. چنگال. بزن میز. رو چوب بزنم یا شیشه؟ رو چوب. با ناخونت اینجوری بکش روی دندون‌های چنگال. نداره دروغ میگی. بابا نه این دندون. وایسا. درستش چه جنسیه؟ توی چنگال فلزیه. نه فلز نیست دروغ میگی. بابا دیدی؟ فلزیه. پس چنگال نیست. چنگاله. راست میگی؟ به جنت. این چه خب نه راست میگی. راست میگی نداره. خب یه چی مال تو درش وا کردی؟ از آبوره خوردی؟ آبوره نیست. یه قلوب بخور. نمیتونم بخورم. مگه نمیگی یه بطری آبه؟ خب مثل آبه. بطری شیشه ایه. نه بطری دقت کن. اینطوری بزنش رو میز. اصلی لوازم آرایشیات نیست. نه بزنم رو شیشه یا چوب؟ بزن یه دونه رو شیشه یه دونه رو چوب. این شیشه است. این چوبه. نه این از این پمپیاست. یه چیز از اوناست. کرم مرمه. این پمپیاست که فشار میدن یه چیز ازش میاد بیرون. پمپی نیست. پمپی هم نیست. آرش پاک کنه از اینکه میره دستمال پاک میکنی. نه من معتقدم تو دروغ میگی. بطری آب نیست. یعنی تو راست گفتی. چنگاله. اون چنگاله. آخه یادته اینو من ریسیبلم بلند بود. بلند ماهی داد بهم گفت مرتب باش. بعدی بریم. Haute colonne est au perfume.
بازش کن. نه پیسی نیست، مالشیه. متاسفانه پیسش نمونده. درش رو باز کن. من نگفتم چی دارم. من بریم قول نشد. من چی کار کردی؟ این هرچی از هیچ بویی نداره. نه پیس نزدم، تو به درشو واکن. سرما خورده، اشکال نداره. نه باید انقدر قوی می بود که بو میداد. از این چیزاست، از مشهدی هست. مشهدی بود که الان همسایه هم فهمیده بودن. تو چی داری؟ من یه دونه کبریت دارم. دریا یه دونه روشن کن. من یه دونه فندک دارم. روشنش کن. فندکه؟ تو راست میگی؟ تو بیشتر باید بگی. چی بگم؟ تو چیه اتکالونت؟ جعبه چوبی توش دورش چوبه. اتکال لالیکه؟ بابا تو لالیک کی چوبه؟ چوبه دارشه فکر بده. لالیک سرش چوبه. خب همون بزنش رو درست شیشه. نخوردیم نان گندم ولی دیدیم دست مردم. پره؟ نه خالی بابا. تو دروغ میگی چون که مالشی بود انقدر صدا نمیداد. مالشی؟ گفتی از این مالشی از پیسی نیست. خب داغه؟ نه سرده. نمیتونم بگم. دروغ میگی راست میگی؟ تو دروغ میگی. ولی تو راست میگی. یه من خریدم. آره. بسه این چالشه. بذار چیزی موضوع بسته تمام. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. که قطعش کن. مشتبه قطعش کن.